سلام، امروز میخوایم ویدیوی میکاپ بگیریم بدون آینه توی 5 دقیقه. تایمر میزنیم ببینیم کدوم زودتر میکاپ میکنیم و کدوم خوب میشیم. بریم. آماده ایم؟ بریم. 5 دقیقه از الان شروع شد. من کنم دستوراتم کن برای من مسائلی که اینجا گذاشتیم هم ناقصن. من همیشه ضد آفتاب میزنم اول. ایشون پیش ژل ابرو از اونجایی من ابرو ندارم ژل ابرو رو فاکتور میگیریم. کدوم خاصه اصلا تو این هم نگاه کن. حرف بزن. نگاه نکن. بلندش میکنیم. میدونم آخه نگاه نکن. هر کی نگاه کنه تقلا واسه میشه. آخر ویدیو اگه برنده شده باشه کنکله. اینو واقعا نمیشه نگاه نکنید. این نگاه نکن. این نگاه نکن. به دیوار نگاه میکنم. اگه کاج میافتیم ببخشید. خب نگاه نکن. به دیوار نگاه کن. نمیتونم نه. باید نگاه کنی. طرف داری خود داری نگاه میکنی جو. نه بابا من چرا میگم؟ آجو. حالا نمیدونم درست بلند شد یا نه. نه کاری بلند کن. بلند نشد من میدونم. بد شده. بیشتر میزنیم. بد شده. مهم نیست. نه. قرار نیست بلنده خوب نه باشه. چه بیشتر. چون زودتر شد. نجات. یکم پودر فیکس هم میزنیم. فیکسش میکنیم توی هوا گرم کرمان نماسه. شبکه خوب شد. بلندر منم رفت. نگاه نکن. خدا داشتی نگاه میکردی. نه با خدا داشتی نگاه میکردی. من سایه میزنم. تو نگاه نکن. تو بچه خوب حالا دیوار نگاه کن. من سایه رو همیشه با یه انگشت فقط رنگ برمی دارم میزنم. حوصله بلند ملند و اینا ندارم. که بود خیلی سخت. گوشید. نگاه نکن. نگاه نمیکن. اصلا دوربین نگاه کن. تو دیوار نگاه کن یا چشات ببند میتونی. یادم میگم. یکم زیر چشمم میزنیم. چی میخواست؟ مداد ابرو. این خیلی سخته. وای سایجش خیلی سخته. من با آینه ابروام خدچش. اوه خدچش. من خدچش رو واقعا نمیتونم. من مداد ابرو با آینه من بد میزنم. چرا بدون آینه؟ من خدچش نمیتونم. همه چی روی میز با استفادهش. خدچش. بله. آب آوردی برای خدچش؟ کجا نگاه میکنه ایلیا خانم؟ من؟ بله. هیچ جا. دیوار نگاه کن. شباسه. آفر. وای من مداد ابرو با آینه هم باش مشکل دارم. چرا بدون آینه؟ نمیدونم چجوریه. نه وقت مون شد. نه 5 دقیقه خیلی کم بود. یه 10 دقیقه. نه 3 دقیقه دیگه اضافه کنیم بهش بشه 8 عجب. دقیقه که بشه کاملش که منش کار نکنیم. چون خودش کامل 3 دقیقه دیگه فقط 3 دقیقه دیگه هر جا مونده بودیم همونه. اوکی از اول 3 دقیقه شروع شد. ازم بریم. نگاه نکن. چی دیگه؟ چه زود تموم. خیلی زود تموم شد. سرعت عمل نداریم. من این مداد مداد خیلی دوستش دارم. بعد تموم دیگه داره میشه. دورش رو از اینا میزنیم. توش رو تینت قهوه‌ای میزنم.
بعد این تینت اونجا که شبیه معتادا میکنه ما رو، خیلی با کم بزنیم. خیلی خانم نگاه نه. تو داری نگاه میکنی؟ نه جیزنی کردی؟ نه بعدش ویدیو رو نگاه میکنم کی بیشتر نگاه کرد. نگاه کردم چه حسبی با نگاه میکنی. روزگونه من نیمه داری؟ نه نیمه داری؟ نه اول خدشش بزن. من خدشش نمیزنم. بیا دیگه از تو آرایش هم دیگه میزنه. من خدشش نمیزنم خودم. میزنی اتفاقا بیرون میزنی. من میزنم. میزنی اتفاقا الان داری در میشه. خب یعنی یه دقیقه دو دقیقه ریمه نسته نه جلوی نمیدونم. هر کی آرایشش کامل تر عجب آدمی. بده ریمه رو خدشش. خب آب بده. آب اونجایی که خدشش همه سخت داره من زیر بارش رفتم برنده منو. یه چینو با ریمه سخته. ریمه چه سختی داره؟ به خدا سخته. بیا نگاه کن میفهمی. تو کجا داری نگاه میکنی؟ این رو من هیچ جا. یه خدششمه سم ولی خود تو همین سم هم نکشیدی میتونی شرف دارم. فینالی بده 38 شت. من تموم شدم. نت مامان. خدششو کش تا وقت داری میگه الان کامل نیستی. خدششو کش نه خدشش نمیم. دیگه چیزی نیست که اینجا بزنی. آره شد برای ما در همین حد. ببینم خودمو انصافا خوب شد. انصافا من خوشگل کردم. انصافا من خوشگل کردم. 3 دقیقه تموم شد. بذاریم آشامو کامل کنیم بعد بینیم. نه دیگه ببینیم خط چشمای من صبر کن. نه خدایی بدون آینه خط چشم کشیده خیلی سخته و خیلی هنر میخواد که بعضیا نداشتن. نه من نگاه سخت کنم. من ریمل زدم، خط چشم زدم، سایه زدم، مداد ابرو خیلی سخت. من جلیب نمیزنم. خیلی سخته. مدادش خیلی سخته. نه بعد روشم کامله اصلا دهنم کج نشده. خیلی خوبه. فقط بینیمو کانتور نکردم. رژگونم هم اون جوری که دوست داشتم نزدم. بعد دیگه چه نقصایی داره؟ مهم این خط چشمش خیلی خوب شد. حتی قرینه خط چشم خودت داری. نه کی گفته؟ بچه بدون آینه بودا. چرا ربطی داره؟ خط چشم من جای قصدم. من روژم هم خوب شد. انسان شما بگی من بهتر شدم یا هلیا؟ این جزنی کرد. مثلا نگاه نکردم دیگه داشتن میدیدن. جزنی کرد. همه اینا هم استفاده کردم. چون خط چشم رو نزد، رژگونه رو نزد. خطش خوبی کامل کنیم بعد من کامل من بینیم فقط کانتور میکنم دیگه بیرون میرم. همین با مداد ابروم هم یکم بهتر میکشم. بعد میزنم باش فعلا ما رفتیم کاملش کردیم. آره روزمرگی ما در همین حد. یکم کمتر بیشتر خیلی نداره. بس چی فهمیدم این رژ لب زده تو موهاش بعد داشت با پمپ پاک میکرد بعد به ما نمیگفت. بعد میگه من برندم من خوب آرایش کردم. اصلا خوب آرایش نکردم. خودم برنده شدم. بهتر شدم. بگین هلیا. حداقل من جای خود نمالیدم دیگه. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. این ویدیو رو هم سابسکرایب کنین. مرسی که هستین.